سلام دوستای عزیزم، خوب هستین انشالله. امروز میخواستم یه آرایش خیلی شیک و خوشگل ایرانی رو به شماهای عزیز آموزش بدم که خیلی خوشگل هست، خیلی شیک و مجلسی. خب اول سریع میریم سراغ سایه مشکی خیلی زغالی تیره استفاده میکنیم. اینطوری تون تون میزنیم چون ممکنه عجله داشته باشیم برای بیرون رفتنمون، یعنی یه جوری باید دمدار باشه، این قشنگ دم داشته باشه مثل دم راسو اینطوری. خب از میکشه اوکی. میبینید اینطوری به این صورت باید خوشگل باشه. خب حالا سایه بعدی که میزنیم این جلوه داشته باشه، این سایه مشکیمون سایه گوجه‌ای هست که از سایه رد دارک رد استفاده میکنیم و بالای این سایه مشکیمون قرارش میدیم جوری که این سایه قشنگ معلوم بشه چی داره استفاده میکنیم، یعنی این قشنگ چشاتون حالت خوشگلی بهش میده. این سایه قرمز خیلی موثره، یعنی خیلی مقصره. خب حالا این سایه‌مونو که زدیم از این مداد این اندازه استفاده میکنیم برای زیر چشممون که چشممون قلمبه بشه. همینطوری میبینید به این صورت میزنید، میبینید چی جوری چشا رو برجسته و قلمبه کرده، میبینید خیلی چشا رو خوشگل کرده. خب حالا میریم سراغ رژ لب قرمز. خیلی باید قرمز باشه، یعنی خیلی رد. از اونجایی هم که ایران خیلی مد شده که این بالای لب میزنن، بالای لب یعنی میخوان لب و گلوه‌ای معلوم کنن، ما هم همون جوری میزنیم چون خیلی مثل این که پسر پسندن، مثل این که به این صورت میبینید به این صورت اینجوری. این پایینم همینطور، یعنی جوری باید باشه که ما اصلا نیازی انگار به خط لب نداریم. ما اصلا خط لب نمیخوام استفاده کنیم، ما میخوایم از رژ لبمون استفاده مفید رو داشته باشیم. میبینید چقدر لب قلوه‌ایه، میبینید. خب حالا یه رژ گونه خیلی قرمز و خوشگل استفاده میکنیم. اگرم که شما پولی ندارین که بخواین برین این گونه خوشگلتون رو پروتست کنین، از یه رژ گونه این رنگی قرمز، یعنی باید با انگشتم استفاده کنین، میکشین اینجای لپتون که یعنی لپ قلمبه بشه. میبینید اینطوری، یعنی قشنگ این رو قلمبه میکنه. بینندگان عزیز ببخشید من یه ذره لهجه دارم به خاطر اینکه 3 ماه بیشتر نیست اومدم اینجا و اصلا فارسی تمام داره یادم میره، نمیدونم چرا اینطوری شده، ولی من خیلی عذرخواهی میکنم ازتون. اینطوری رژ گونه میزنید و تمام. خب
حالا میخوایم موهامون رو درست کنیم برای زیر روسری. بگو عزیزم چیزی درست میکنی؟ اول ما چون که چند وقتی اومدیم اینجا ما کلیپس گلی نداریم، ببخشید، ما کش داریم. بالای بالا طرف پیشونیتون به این صورت که اینجا اینجوری. بعدش که بیشتر زیر روسری موهاتون قشنگ، یعنی قشنگ یه آباژور کامل این زیر روسری بشه، یه آباژور خیلی کامل. بله اینطوری که مشاهده میکنید، اینطوری میبینید چقدر شیک شده. حالا میریم روسری خوشگلمون رو برمیداریم که زیادم نباید پهن باشه. انقدرم تازه یه ذره خیلیه. بذار عزیزم به این صورت، یعنی اینطوری میبینید برای خودمون یه برج میلاد کاملی میسازیم. اینجاهاتون هم باید معلوم باشه، مثلا این گوشای قشنگتون یه گوشواره اینجوری هم بندازین دیگه، عالیه. یعنی این گوشواره رو استفاده کنین دیگه هیچی، دیگه کار تمومه، دیگه شماره ها رو گرفتید. طوری عزیزم چقدر چیکه میبینید، یعنی همه پسر عاشقتون میشن. حالا مانتو الان که ایران مد شده همه مانتو تا زانوشون بالپایین زانوشون میپوشن، ما هم یه مانتو میپوشیم که باید شکمتون قشنگ معلوم باشه، یعنی یه نیم تنه کامل بپوشین که این شکم خوشگلتون معلوم بشه. با ساپورت های رنگی، لیمویی، قرمز، آبی، بنفش. ولی چون ما اینجا ساپورت نداریم الان نپوشینیم، ولی شما حتما بپوشین چون خیلی قشنگ میشه ساپورت. مانتونتونم اصلا نبندینا. بله همینجوری که مشاهده میکنین، که شکمتون کاملا معلوم باشه، نشون بدین چقدر خوشگلین. بله بعدش همیشه تو تاریکی تو روشن همیشه عینک آفتابی بزنید. بعدش به پسرای تیکه اشوه شطوری میزنید. به این صورت میشه یواش این عینک خوشگل نبرم که اشوه شطوری اینطوری میاد، دوباره عینکتون رو میزنین. اگر خیلی خوشتون اومد از اون پسر، دو تا صدای خوشگل از خودتون، فقط دو تا بیشتر نه بیشتر نه کمتر، 2 تا صدای خوشگل به این صورت در میانی. فقط یا 2 تا اینا ببخشید من یه ذره صدام گرفته. بله به این صورت که مشاهده کردین عینکتون رو میزنین و دوباره به راهتون ادامه میدین تا اگر یه پسر خوشگل دیگه دیدین دوباره همین حرکت دوست عزیزمون رو انجام میدین که یعنی کار تمومه. شما ازدواج کردین، بچه دارم میسین سریع، یعنی خیلی سریع همه کارا صورت میگیره. بعدش موقعی که دارین تو جمع یا چیزی دارین نوشابه آبی چیزی میکنین تو حلقتون میکنین که روژیتون اصلا پاک نشه. بله به این صورت. بله به این صورت قشنگ میخوادین. حالا عد زدن، عد رو اینطوری میگیریم، اینطوری میگیرین، این
عطر خیلی سکسی هست. اینطوری انقدر میزنین تا که عطر تموم بشه، عطراگین بشین، یعنی انقدر بویا خوب بگیرین. این عطر این میتونی خوشبو کننده هوا هم استفاده کنی. اینم خیلی مؤثره. اینو من خودم امتحان کردم نتیجه گرفتم. الان یه دونه بیف خوشگل دارم، خیلی خوشگله. بعدش اینطوری میبینید، اینطوری برای صورت یه پیس بزنید کار تمومه. بعدش 1000 تا دستبند بزنین. من حالا کم زدم و تا اینجا تون دستبند، تا اینجا. یعنی خیلی باید زیاد باشه. میتونید از اینجور دستبندا میبینید، از اینجور دستبند هم استفاده کنید که وقتی را میبینید تلق و طلوق صدا بده. خب دوستای گلم، اینم از آموزش آرایش ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و برید همه موفق باشین، شوهرای خوشگل گیرتون بیاد و با آرزوی کلی خوب. بای بای دوستای خوبم، تا برنامه بعد.